السلام علیکم همجاران عزیز اعضایان گروه انگور و بوق. امروز یکم ینوار سال 2023 می باشد و من قرار دارم در نزد بوته سیب، درخت سیب در حوالی خودم و میخواستم یک مراتب شما نشان دهم که من ابریسک رو چخل میکنم. من ابریسک رو چخل میکنم، شما چخل میکنید اکن خودتان کنید کدامی که خواست فهمید دوم فکر کرد که وای درست میکند. لیکن من با شکل ضروری خودم رو حاضر نشان میدم. در هر نمود، در هر درخت من به هر خیل شکل میدارم، چون که هر درخت همه درخت یک خیل نمیسبزد. درخت‌ها هر خیل میسبزن و برای بریدن و شکل درآوردن چیکار کردن در کار؟ فکر کرده از فکر خودت کار کردن در کار. من این پیوند سال گذشته است، 1.5 ساله شد، اوگوست سال 2022 یک 3-4 جاش من پیوند کردم. درخت کلان بود، من ببینید این درخت خونده بود، درخت نغز بود، سیب داد، یکی سیب که ترش بود شکست نمیخورد. من از اینجا بریدم و در یک چند جایش پیوند کردم و حاضر اول ما دو نوار میگیریم در اینجا. یک نوار اول من با شکل میدارم شما میبینید و دوی مراتب ما با این آذوقه میتیم دویم نوار میشه. و برای اون که با مقصد به شکل در آوردن اول ما چیکار میکنیم؟ باید اسباب ما اسباب تیز باشد، ارم داشته باشیم و قیچی تیز هم داشته باشیم. قیچی من نهایت تیز است، شرکتی لوبه 1000 سومون زیاد، چون که کار میکنه این کار رو اسباب بسیارش رو میکنه. اول میبینیم نظر میکنیم که چکل همین رو ما به شکل در آوریم و در معاینه سری خودمون علاقه قالب رو جا میکنیم که کدام نهاله ها رو ما باید از اینجا کدام نوده ها رو گیریم. یکم نوده های شکستگی رو ما از اینجا سانیتر نبریز که میگن، نوده های شکستگی خشک شدگی همین نوده ها رو ما میگیریم و میبینیم یکم میبینیم که من اینجا یک نوده غوث ما خشک شدگی پیوند کردگی بودم و پیوندش نگیرید، های نقص شد که نگرفت. من از همینجا من میبرم ایران. هرچند که این چوب خشک است، بریدنش بسیار وزمین است، لیکن قیچی ما که قیچی لوبه است به ملال این غوث خشک شدگی رو میگیرد. بعد نگاه میکنیم من یک دیگر شکستگی اینجا دیدید، من از اینجا شکستگی این رو میگیریم یک جای با این گیریم خوب است، برای که ما اگر این خیلی گیریم با شکستگی موند اینجا دیدید، برای همین ما یک جای از اینجا میگیریم مالا شکستگی رو نیست کردیم. بعد میبینیم از تنه درخت از پیوند بیرون ببر اومده است. من این نرکین ها توزه میکنیم، این سیب کونگی نرکین هایی که از سیب کونگی بر اومده است اینا رو ما توزه میکنیم. در روی زمین بودگی نوده ها رو میگیریم. در این پایین نوده در کار نیست، بسیار پستی بد شدگی. باز بینید که من اینجا نوده هست، این نوده بالای نوده خوب است. این نوده رو میگیریم که بالای یکدیگرش خوب نرود. من آمده بینید که طرف زمین رفتگی است این نوده، اینش گریزانتال، اینش سال بالا، همین سال بالا رفتگیش رو میمونیم، اینش رو میگیریم و اینش رو باشم نوکش رو کوتاه میکنیم. موبین رو ببینیم که موبین ما بسیار جنگل شده است. این جنگل رو ما باید تازه کنیم. یکم ما باید من این نرکین های موبین تازه کنیم که کمتر تازه تر شود، چون که روی زمین در دمو در کار نیست. بعد نوده هایی که با یک دیگرش من بینید با یک دیگرش کریس شده است، اینش بالا اینش خوب، این بالا این بخوب. اینا رو ما میگیریم برای که هر دوش طرفی درون رفتگی هر دوش رو میگیریم، برای ما در کار نیست. من این نوده هم در کار نیست، چون که از این نوده اومده است موبین این نوده ها در اومدگی این هم میگیریم و میگذاریم بالاتر میرویم. بینید که در همین نوده 1 2 3 تا لیدر رفتگی، ما یک تا همین رو باید گیریم و کم کنیم. من همینش با ما گلخانه هم ندارد و اینا
در نظر من که زیادتی است. این رو میگیریم. میگذاریم موبایل. این رو بینید که این طرف آمدگی. این البته همونه مگر در درون سویا میکند. این رو میگیریم. اینش هم میگیریم. من این هم میگیریم. من این هم موبایل با خواهر بسیار است. دیدید که موبایل توزه شده. کم کم توزه شده رفته شده است. این سبیمو زمینیمو چون که با قوت است حوض با پرو میتیم با قوتر میشود توزه برگشت رو نریزونده است همین خیلی این یک چی بگم یک با شکل ضروری نو برآمد میشه دست طرف من یک اون وقت سبرون خیلی با شکل ندار آورده بودن من از نزد خودم هم خیلی با شکل میدارم و امسال میبینیم بینه بندد اگر چه خیلی میبندد یک با شکل ضروری آوردنی نو برآمدگی است از طرف امریکانسو گی جی بی میگن همین مانند با گی جی بی دارد که همش لیدر است یک تا دمونبنش نه و همش خیلی تا 16 تا لیدر میبراید و بسیار میبندد و اساسا در گلوس است در سه بکن ما مقایسه میکنیم من این دو تا اینجا ببینید دو تا آمده است اینجا هرچند که در اون در آمده است ما این رو میگیریم من تا توزه میکنیم و من این نودچاک هایی که بالای زمین خوب است اینا رو البته میگیریم این به ما یکم فایده ندارد در زمین رسیده است نوده ها برای چی زمین در نوده رسیدگی این درخت برای که من پیوند رو در قسمت پایان کردم برای هوای از پایان سبزیده برآمده است من بسیار نمیبرم برای چی من آرزو دارم که همین سیب بسیار بندد و من به شما نشان دهم که چقدر سیب بسیار میبندد در حالت ضروری ما همین موبایلش بلند رفتگی است یک نوک کلته کنم کوتاه کنم این اصلا نوککش رو کوتاه کنم این آمد با او پنجه میزند و برای ما بستن سیبش زیاد میشود میداریم درون این جنگل اینجا بینید این جنگل اونجا اون طرف رو کمتر بیش توزه کردم اینجا با جنگل است این جنگل هم توزه کردن در کل نوده هایی که روی زمین خوب هستن این نوده ها رو ما میگیریم در روی زمین نمیبندد برعکس با ما خلال میرساند این اش رو میگیریم چون که او درونی و در آمده است یک دو تا از اینجا میگیریم که درون رو خلال نرساند یک دو تا دیگه که درون دست من اینجاش میگیریم خلال نمیرساند این ببینید اینجا رفتگی این رو حتما میگیریم این اینجا اومده که کوتاه میکنیم کوتاه کردیم اینو میگیریم سال از دیوار دور میکنیم هم دیوران عزیز من این با این خلال اساس گرفتیم اینو در اون در آمدگی یک تش رو گیریم های من این دو تش رو گیریم این سولاش بس این سولاش بس من کمتر رحمدلانه برم این رو من برای چی رحمدلانه میخوام برم میخوام که همین سیبی گل هست پیوند کردگی میخوام سر با نوک سیب بندد در شما نشان دهم که شما گوید که در حقیقت سیب پروریده تونستیم من کنی یک درونش رو توزه کردم خیلش رو من اینجا با کم تاش مونده است اینجا شب یک توزه کنم من ببینید من این آمدگی اینجا هست این رو گیریم خوبتر است این رو گیریم خوبتر است من اینجا آمدگی این رو گیریم خوبتر است خیلی پاره آمدگی نوکش رو کم کم این رو کوتاه کنیم اگر من اینو نوکش رو گیریم همداران عزیز همین خیلی دیدید که من خیلی لش رو گرفتم درمانش رو توزه کردم من باز تکرار میکنم که این یک تجربه است بسیار موندم لیدر رو من حساب کنم اگر ممکن اینجا 20 زیاد لیدر است همش لیدر است یک گوره کوسه شکل میکنن اتاج میکنن این رو من نه کوسه شکل کردم نه اتاج این تجربه من است ولی شما نکنید تجربه من رو بینید
که اگر همین تجربه که نتیجه داد شما هم تکرار میکنید. همدیران عزیز، انکه حاضر ما میگذاریم در قسمت دویم نوار که ما با این درخت ازوقه میتیم. حاضر ما شاخش رو جمع میکنیم و ازوقه‌مون رو میبریم میریزیم و با نوار میگیریم ازوقه میتیم. انا همدیران عزیز، ما یک تلفن رو همدیران عزیز یک دقیقه دیگه نشانتی همون ببینید چقدر همجا جنگل بود. من تازه کردم، کدامش درون یک دیگرش در اومدگی بود من گرفتم که به دیگرش خلال نرسوند. پویون رو خیلی خیلی تازه کردم. نوده چاکویی که از کوهنه بر اومدگی بودن من گرفتم. بسیار بلندی بعدش رو نوکش رو یک وجبش رو تازه کردم و حاضر ما میگذاریم به قسمتی دادن ازوقه. باز تکرار میکنم این تجربه من است. این فرمیروفکا شما امسال نکنید. اگر این تجربه من فایده آور باشد بعد همین سالهای آینده ما بخ پروری کردن اون ممکن. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. حاضر نوار رو ما قطع میکنیم میگذاریم به نوارکنی اوید ازوقه دادن. در پناه خدا باشید.